آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتمام روحك الخاندان عبد الصمد اومد فاتحه داد چه از جانب خودش و چه از جانب خانمش. خداوند در اون روز مبارک ثواب نایه ها را همچون هدیه به ارواحشان برسد. پروردگارا به حق اسماء حسنا فیض و برکات در این محل و در این خاندان گردان و بین این عروسان و جوانان زیبا هارون جان و یعقوب جان عروساش الفت و محبت و عشق و وفا پیدا گردان. همان الفت و محبتی که بین حضرت آدم و حوا و بین حضرت ابراهیم و سارا و بین حضرت یوسف و زلیخا و بین حضرت محمد و خدیجه کبرا پیدا. آمین. مبارک شو عبدالصمد، مبارک شو خانه افزار نماد خوار میشه. بچه های با خوبرین هم تانده مبارک توی خوارزاده تا خدا عمر دراز